Lembash, Hinavenda dengu basën me bistçarve. Kerembikin Bala Huabidon Nuçeyan. Ali Cevanmerdi, çevirmende payebilinde ku serpereştiya televizyonen Farisi, Kurdi u Afgani en denge Amerika'yı dike. Li VOA li ser siyaseta serok Amerika'ya Trump ali ser İran'e u guhertinen ve aksivi u şirovedan. Tora medyayı ame bistuçarinçi, tevi piroz baya ber pirsayet ya nuya kek Ali Cevanmerdi evi gotubeje peşkeş dike. درباره اعلام حمایت پرزیدنت ترامپ از معترضان ضد حکومتی در ایران گفتگو می‌کنیم با علی جوانمردی، مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی، کردی و افغانستان در صدای آمریکا. خوش آمدید آقای جوانمردی. به نظر شما موضع پرزیدنت ترامپ چه نکات تازه و برجسته‌ای داره که میشه با بینندگان مطرحش کرد؟ تقریباً بی سابقه است پیام. رئیس جمهوری آمریکا حمایت قاطع خودش رو از مردم ایران اعلام کرد. این خیلی مهم هست به این لحاظ که فقط محکوم کردن رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان نیست و پرزیدنت ترامپ به نوعی طبق یک قانون بین المللی که شما معترضی که سلاح نداره اون رو به شلیک میکنی و میکشی، این مصداق بارز جرم و جنایت هست. پرزیدنت ترامپ گفت که از مردم ایران حمایت میکنه. من نمیخوام تکرار کنم ولی این نقطه عطفی فکر میکنم در حمایت پرزیدنت ترامپ از مردم در داخل ایران و اساساً این مسئله که در امتداد صحبت‌های وزیر خارجه مارک روبیو و بقیه رئیس امنیت ملی آمریکا و بقیه تیم پرزیدنت ترامپ دولت فعلی آمریکا هست، یعنی رهبری و آینده ایران در داخل ایران تعیین میشه. یعنی ما در گذشته دولت‌هایی داشتیم در امریکا تمرکز کردند یا سرمایه گذاری کردند بر بخشی از رژیم در داخل یا بر بخشی از اپوزیسیون در خارج کشور. در حال حاضر امریکا تمرکزش بر مردم در داخل ایران هست و پیام رئیس جمهوری آمریکا جدی هست، عملی هست و میشه گفت به مردم در سرتاسر ایران این مژده رو داد که شاید این آغاز پایان جمهوری اسلامی توسط مردم ایران در داخل ایران باشه. یعنی رئیس جمهور ترامپ همیشه انتقاد کرده از سیاست دولت‌های قبلی، مثلا مداخله در عراق برای تغییر دولت از طریق نظامی و بعد همونی که بهش میگن چلبی سازی. در حال حاضر تمرکز بر داخل ایران هست و سیاست فعلی دولت امریکا تمرکز بر جنبشی هست، جنبش زن زندگی آزادی، که این جنبش از دل جامعه ایران دیکته شده نبود، بیرون اومد، مورد تایید دولت امریکا و جامعه بین المللی هم قرار گرفت. در این زمینه بدون تردید اقدامات مهمی انجام خواهد شد. حالا آقای جوانمردی به نکات مهمی شما اشاره کردید. در این مقطع تاریخی میخوام بگید که سیاست آمریکا دقیقاً در قبال ایران و اعتراضهای مردمی چه هست و این موضوع رو چگونه میشه مقایسه کرد با واکنش‌های قبلی رؤسای جمهوری به اعتراضهایی که در ایران طی سالهای گذشته وجود داشت؟ اجازه بدید خیلی با صراحت بگم. موضع رئیس جمهوری امریکا متفاوت هست با همه رؤسای جمهوری قبلی. تمرکز بر داخل ایران، حمایت از آنچه که مردم ایران برای تعیین سرنوشت خودشون میخوان، این خیلی مهمه. و میتونم بگم خیلی کوتاه، پرزیدنت ترامپ فرصتی طلایی هست برای مردم ایران. به چه لحاظ؟ که دیگه مردمی که در خیابونها کشته میشن، از سرکوب در داخل ایران و انحرافایی که در خارج کشور انجام میشه و تلاشی که جمهوری اسلامی برای انحراف حرکتی که به سوی یک همبستگی ملی در داخل ایران هست برای ایجاد یک سیستم سکولار دموکراسی جلوگیری میکنه، دیگه این فکر میکنم نقطه پایانی باشه و همونطور که عرض کردم این فرصت طلایی رو مردم ایران پیامش رو فکر میکنم دریافت میکنن و نتیجه عملیش رو میبینن. فرصت طلایی به این لحاظ که دیگه این مردم هستند که باید تصمیم بگیرن که این رژیم رو اگر نمیخوان چه کار باید بکنن. دیگه مردم داخل ایران بدون پشتیبانی نیستند. این به مفهوم اعلام جنگ یا تغییر سیاست در ایران یا تغییر حکومت در ایران از طریق
جنگ نیست به هیچ عنوان. استفاده از قدرت در واقع برای صلح هست از دید پرزیدنت ترامپ و موضوع مهمی هست. فکر میکنم برای مردم ایران خوشحال کننده است و همین حالا هم شما خودتون دیدید واکنش های بسیار خوبی رو ما در سطح سراسر ایران دیدیم. مردم کماکان دارن به اعتراض ادامه میدن و جمهوری اسلامی هم بدون تردید این هشدار صریح رئیس جمهوری آمریکا رو دریافت کرده. در این مقطع آقای جوادمردی به عنوان مشاور ارشد ناظر بر بخش فارسی، کردی و افغانستان صدای آمریکا بگید که چه تغییراتی رو به واقع مد نظر دارید شما؟ تغییرات زیادی در راه. برنامه‌های صدای آمریکا بیشتر میشه، بخش کردی دوباره باز میشه، بخش افغانستان تقویت میشه، همه در راستای سیاست پرزیدنت ترامپ هست. و خانم کری لیک که خودش رئیس رسانه‌های دولتی صدای آمریکا هست و فردی که تجربه بسیاری در این زمینه داره در میدیا، پلن این تغییرات رو طراحی میکنن و به زودی میشه گفت که ما برنامه‌های زنده، برنامه‌های ساعت‌های بیشتری و میتونیم از همکاری روزنامه‌نگارانی که در اقصا نقاط جهان به ویژه در امریکا هستن استفاده بکنیم. به زودی فرم‌های استخدام پخش میشه از رسانه رسمی صدای آمریکا و میتونیم این مژده رو بدیم که ما صدای داخل ایران خواهیم شد. صدای هیچ گروه سیاسی نیستیم. صدای آمریکا هستیم و طبق سیاست دولت کنونی آمریکا عمل خواهیم کرد در مورد ایران. Me 24 سالا نو پیروز به بیمره بین